آیا می‌دانستید آرامگاه کوروش بزرگ پس از بیش از 2500 سال رازهایی را در دل خود پنهان کرده است که تاریخ‌دانان نتوانستند به همه آنها پاسخ دهند؟ سلام برابرش. امروز می‌خوایم درباره یکی از معروف‌ترین و اسراربرانگیزترین بناهای تاریخ ایران صحبت کنیم. آرامگاه کوروش بزرگ. این آرامگاه در مجموعه تاریخی پاسارگاد قرار دارد و بیش از 2500 سال قدمت دارد. کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی بود، پادشاهی که توانست یکی از بزرگترین امپراتوری جهان باستان را ایجاد کند و نام او تا امروز در بسیاری از کتاب‌های تاریخی جهان باقی مانده است. اما آرامگاه کوروش تنها به یک بنای تاریخی نیست. این بنا رازهای فراوانی در دل خود پنهان کرده است. یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا پیکر کوروش واقعا در این آرامگاه دفن شده بود؟ بسیاری از مورخان یونانی نوشتند که پس از مرگ کوروش در نبرد پیکر او را به پاسارگاد منتقل کردند و در این آرامگاه قرار دادند. گفته می‌شود در آن آرامگاه تختی طلایی، اشیای ارزشمند و لباس‌های سلطنتی نیز وجود داشته است. اما امروزه هیچ اثری از این اشیای دیده نمی‌شود و مشخص نیست چه بر سر آنها آمده است. راز دیگر اسکندر مقدونی مربوط می‌شود. زمانی که اسکندر امپراتوری هخامنشیان را شکست داد، بسیاری شهرها و کاخها را نابود کرد. با این حال آرامگاه کوروش بزرگ به طور کامل نابود نشد. برخی منابع تاریخی نوشتند که اسکندر پس از ورود به پاسارگاد از آرامگاه کوروش بازدید کرد و حتی دستور داد بخش‌های آسیب دیده آن را تعمیر کند. دلیل این احترام هنوز بسیار از تاریخ‌دانان جالب و قابل بحث است. معماری آرامگاه نیز شگفت‌انگیز است. این بنا از سنگ‌های عظیم ساخته شده است بدون استفاده از فناوری‌های امروزی. بیش از 25 قرن در برابر باد، باران، زلزله و تغییرات آب و هوایی مقاومت فوق‌العاده آن باعث شده که شاهکاری‌های معماری جهان باستان تبدیل شده باشد. نکته جالب این است که هنوز درباره برخی جزئیات ساخت آرامگاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. پژوهشگران همچنان در حال بررسی هستند تا رازهای بیشتری درباره نحوه ساخت، کاربرد بخش‌های مختلف و تاریخ دقیق آن کشف کنند. امروز آرامگاه کوروش یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران و نمادی از تاریخ و فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود. هر سال گردشگران و علاقه‌مندان بسیاری از سراسر جهان برای دیدن این بنای باشکوه به پاسارگاد سفر می‌کنند. با وجود سالها پژوهش، هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی درباره آرامگاه کوروش وجود دارد. به نظر شما بزرگترین راز آرامگاه کوروش چیست؟ آیا واقعاً پیکر او در این بنا دفن شده یا راز دیگری در این آرامگاه نهفته است؟ نظر خود را در بخش کامنت ها برای من بنویسید. ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگر به کوروش و تاریخ ایران علاقه دارید حتما کانال منو دنبال کنید که پشیمون نمیشید.